رفقای جانم سلام. امروز میخوام براتون از زندگی بارون ترامپ، کوچکترین بچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور مرموز آمریکا بگم. داستان جالبه و پر از جزئیاته که شاید خیلی ازش خبر نداشته باشن. پس با من همراه باشین تا با هم زندگی این پسر باهوش و دوست داشتنی و خوش قیافه رو زیر و رو کنیم. بارون ویلیام ترامپ متولد 20 مارس 2006 در نیویورک سیتی بود. بارون تنها پسر دونالد ترامپ و ملانیا ترامپه و آخرین عضو خانواده ترامپ محسوب میشه. از همون اول تولد بارون توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد، چون پدرش در اون زمان یه چهره مشهور تجاری و تلویزیونی بود. اما زندگی بارون خیلی متفاوت‌تر از زندگی بچه‌های دیگه بود. بارون در یک خانواده بزرگ شد که همیشه زیر ذره‌بین بود. پدرش دونالد ترامپ یه شخصیت جهانیه و مادرش ملانیا یه مدل سابق اسلوونیاییه که بعدها به عنوان بانوی اول آمریکا شناخته شد. با این حال ملانیا همیشه تلاش کرده که زندگی بارون تا حد ممکن عادی و دور از چشم رسانه‌ها نگه داره. بارون در یک محیط لوکس و مرفه بزرگ شد، اما مادرش سعی کرده بهش یاد بده که قدردان چیزایی که داره رو باشه. بارون از همون بچگی به خاطر ظاهر جذاب و آرومش و خوشگلش معروف شد. موهای بلوند و چشمان آبیش همیشه توجه رو به خودش جلب می‌کرد. اما بارون فقط یه چهره زیبا نیست، اون یه بچه باهوش و کنجکاو هم هست. از همون کودکی به ریاضیات علوم علاقه داشت و خیلی زود استعدادش رو در این زمینه کشف کرد. زندگی بارون فقط وقتی پدرش در سال 2016 به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد کاملا تغییر کرد. بارون و مادرش ملانیا تا مدتی بعد از انتخابات در نیویورک موندن تا بارون بتونه سال تحصیلیش رو در مدرسه تموم کنه. این تصمیم نشون دهنده اهمیتیه که ملانیا برای تحصیل و زندگی عادی بارون قائل بود. بعد از اون بارون به کاخ سفید نقل مکان کرد و زندگی جدیدی رو شروع کرد. در کاخ سفید بارون یه اتاق مخصوص خودش داشت و حتی یه زمین تنیس هم برایش درست کرده بودن. اما زندگی او در کاخ سفید همیشه هم آسون نبود. بارون مجبور بود با فشار رسانه‌ها و انتظارات مردم کنار بیاد. با این حال مادرش همیشه مراقب بود که بارون تحت فشار قرار نگیره و بتونه زندگی نسبتاً عادی داشته باشه. بارون به خاطر علاقه‌اش به تکنولوژی و بازی‌های کامپیوتری معروفه. اون یه طرفدار پراپاگورس بازی فورتنایت هست و حتی گفته که پدرش دونالد ترامپ هم گاهی باهاش بازی می‌کرده. این موضوع نشون میده که بارون با وجود زندگی خاصش یه بچه معمولی با علایق معمولیه. یکی از جالب‌ترین بخش‌های زندگی بارون رابطه نزدیکش با مادرشه. ملانیا همیشه از بارون حمایت کرده و سعی کرده که اون رو از فشارهای زندگی عمومی دور نگه داره. بارون هم به مادرش خیلی نزدیکه و گفته شده که اونها وقت زیادی رو با هم میگذرونن. بارون ترامپ الان یه نوجوانه و داره به سمت بزرگسالی قدم برمی‌داره. باباش هم که دوباره رئیس جمهور شده. بهتر از این چی می‌خوای؟ اون هنوز زیر سایه پدر و مادرشه، اما استعدادها و علاقه خودش رو داره کشف میکنه. بارون یه آینده روشن پیش رو داره و خیلی منتظرن ببینن که چطور مسیر زندگیش انتخاب میکنه. خب رفقای جانم، این هم از داستان زندگی بارون ترامپ، یه پسر خوش‌تیپ، باهوش، با استعداد و دوست داشتنی و خوشگل که با وجود زندگی خاصش سعی کرده یه زندگی عادی داشته باشه. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای دیگر که در کانال میذاریم با خبر باشین. تا دیداری دیگر و داستانی دیگر، بدرود رفقای جانم.